ابر انسان‌های واقعی روی زمین رو میشناسید؟ راهبان شاولین سخت ترین تمرینات دنیا رو انجام میدن. اونا تمام روزشون رو با نظم و انضباط فوق‌العاده‌ای مدیریت میکنن. هر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشن و مدیتیشن و تمریناتشون رو شروع میکنن. اونا سعی میکنن هیچ تعهد و مسئولیتی به جز اجرای احکام دینشون نداشته باشن. به خاطر همین هیچ وقت ازدواج نمیکنن. بچه‌هایی هم که تو معبد وجود دارن توسط خانواده‌هاشون به اونجا فرستاده شدن. اونا حتی غذایی که میخورن با آدمای معمولی متفاوته و از یه رژیم گیاهخواری کاملا سالم پیروی میکنن. جالبه که راهبان شاولین هیچ درآمد و پولی ندارن و اصلا نیازی هم بهش ندارن، چون غذا، خونه، لباس و تمام نیازهاشون رو معبد براشون فراهم میکنه. این سبک زندگی عجیب و تمرینات غیر عادی باعث شده در برابر انواع درد فیزیکی و روانی مقاوم باشن. عجیب ترین واقعیت های جهان رو میتونی تو پیج سپر استوری ببینی.